سلام بچه ها. سلام. خب بچه ها درس این روزای تربیت جسمانی ما چی هست بچه ها؟ تورنیک کشی. همه تورنیک هم بچه ها دیدگی نمیشه انا که در راتون بگه تورنیک از دو ستون و یک تا خوده عبارت بوده نامش چی هست؟ تورنیک. این تورنیک اما فایده داره که آدمای منطقه کلتر دراز میکنه دراز چیکار میکنه؟ راست میکنه خب کو بچه دستا رو برداشتین؟ انا که تورنیک خفیدیم انا که خمونه کشتیم یک با دو یک دو نام همین چی هست؟ تورنیک. انا که بچه سپا بگیریم رفت سپا بست تمام جواب ولی خودت نه یک بار در تورنیک کشید؟ بله من اینجا خودتون یاد در تورنیک کشید. خب من بکشم که بچه وقتش دارم قدر من بگیرم تو میخورم که حالا که بچه فهمیده کی؟ تورنیک چی بود؟ آفرین درس وعده چی بشه با؟ باز بچه همون توپا بگیره نو فهمیده؟ همون فوتبال بازیکن نمونه برین همه تا جان بچه ها بروز داریم بروز بکشیم بروز هم بکشیم Ой, çarşıma oy. Çil. Ki boşa. Çil. Çilek. Şenti çilek. حاضر اما حاضر انا اینکه بدیگر انا کندی؟ تمام کندی ملکه حق خدمت هم چند میشه پرسیدن اینه حق خدمت ما 10 سومونه 10 سوم؟ او خیر همه خیلی است اوه بینه خودش 10 سوم دستم کسان به وزنی کرده بود من خب سلامت باشید بچه خود دکتری دندان ها؟ دکتری دندان ها؟ این بچه به عقل ما دکتر دیل به عقل دکتر دیل هم ناس که عمل؟ همه شاگرد نمیگرید بچه همجا شاگردی زد دکتر دندان آیاتی نکنه آدم میزاد 32 دندان داره بله 32 دندان نه کارتون نباشه سلامت باشید اشگار می اما جون نقص بشد انشالله السلام علیکم بچه خدا شما دا شفا بده
خدا دمی متا دل تو متا واری کار کنم الله اکبر به پدر جان تینجی است مرحمت بابا جبور گوش که بچم و همین مطلب گفتم که دکتر شدنی باشد دکتری درست‌تر نمیشه بچم دکتری همین دندان نمیشه او آدمیزاد یک تا دل داره اما 32 تا دندان فهمیدی؟ 32 تا دندان 10 سیم بگیره 320 کدیر شما در پروتکل نویسید اطاعت خوش کنی گپ زنید شما چی رو دیدید؟ خدا جونی من بگیرم ساعت بعد 12 یک کار کرده ایستاده بود من یه مایده کتم خواب کنم اومدم همی آستاسته یکی بیرون یک آواز شنیدم آستاسته خدا جونی من بگیره که اومدم همراه گفتم یک مایده کرته زنه کم قدیم دم دامنشه گفتم یک مایده بالا کنم که میدونید برای تفتیشات این عجایب نیست از روی حادثه شما چی گفتم میتوانید؟ من یه میگم میگم ساعت 12 با یک کار کرده است خدا جونی منه بگیره اومدم بیرون آواز شنیدم اومدم یک میدم آسوستن اونو که پا اومدم هم کرته همو زنه که لوشه بولو کرده بودم که میدونید شاید مفصلتر من خلاصه را میگم خدا جونی منه بگیره بابی سالی تولد من نمیگوی سال 1928 ساعت 12 با یک کار کرده استاده بود من اومدم بیرون آواز شنیدم یک چیز یک کسی میگه که بیرون نگاه که مسافد سر در قور اومدم من موجا را میبینم کرته موزانه که بالا مینم ببینید برای تفتیشات این مهم نیست از روی حادثه گپ زنید من خلاصه را میگم خدا جونی من بگیره روی من مسافد در قور من میگم که ساعت 12 با یک کار کرده ایستاده بود از بیرون آواز شنیدم من اومدم مستوسته کاش که نمی آمدم اما کرته امو زنه که چون پرده تریزه خدمت مینم کرته را بالا کردم یک طرف کردم که میبینم اسکلات پالنی سوخته است کاش که من نمیدیدم و نمیسوخ جیگرم خدا جونی من بگیره نمیخلیشی دیگه پالنی سوخته دیگه تا شما را خبر کردیم بی پجردیکو اومدن دیگه خوکستر بر مینن دیگه موند از دیگه هم کار نیست دیگه خدا جونی من بگیره ناظر خدمات گمرکی ملایف خوش یکم باری غیر قانونی ندارید؟ نه که یکم غیر قانونی ندارید مرامت سوکت آمده شدید؟ مرامت درون اون چی است؟ درونی ده که خاک وطن بله خاک وطن عزیزم زمین مقدسی تاجیکستان ما چرا اینقدر خاک ها میبرید؟ رفیق ناظر خدمات گمرکی ما در اون غریبی ها دور وطن یاد بکنیم این خاک و این زمین ها بعدی که اگر یکان گم شب آدمی هایده در اون مسافری که مردمانیم خاک عزیز وطن ما قدیم باید باشد برای ما که خاک وطن قدیم گفته بودیست راست گفتید برای هر یکی ما وطنمون عزیز است آخر تاجیکستان کشوری بوی است خاکش کوههایش پر از ثروت‌های طبیعی هر کجا رفتن مشتی خاک با خود بردن گفته به شاعره ما مشتی خاک با خود بردیست این چی؟ یا توبه رنگی که تیلا باشه تیلا؟ اینش چی؟ یا توبه کردم خدای تولا توبه ایش رنگی نقره اگه پس تک دیگر نکوه کرد این خاک زمینی ما قطعا گفتی که پای خود بوه حالی گفتم بگی یکی نفت گازش تو خزنه نروید توبه کردم خدای تولا یا توبه